سلام علیکم. خوش آمدید. درس امروز ما شماست، درس دوم ویندوز. و امروز ما شما بخیر میخونیم بخش شات داون، آپشن های شات داون میخونیم. و درس اول ما شما بود دسکتاپ و امروز میخونیم دسکتاپ خلاص شد، برای بخشش میخونیم شات داون و ساین این میخونیم. دوستان عزیز، درس قبلی ما شما خوانده بودیم که تایپ اف کامپیوتر، استراکچر اف کامپیوتر خوانده بودیم و بعض معلومات بیسیک درباره کامپیوتر خوندیم. و امروز خود میایم رسما ویندوز میخونیم که بعد خوانده بودیم دسکتاپ و بخش آیکون دسکتاپ و امروز هسته و میخونیم بخش شات داون. خب ما شما کامپیوتر میتونیم از چند طریقه شات داون کنیم؟ از سه طریقه. یکی از میتونیم بیایم سر استارت منیو کلیک کنیم، سر استارت منیو کلیک میکنیم، بعد میایم سر چی شات داون و از اینجا سر شات داون کلیک اینجا آپشن های از مثلا لاک چی میکنه، اسکرین ما شما رو لاک میکنه، پس دوباره بیاین لاگین شید. سلیپ با چی سه شات داون رستارت وازی میتونید همین آپشن ها رو شما هم شات داون یا رستارت یا سلیپ میتونید از این شات داون رستارت کنید. و بخش دوم شد دوستان عزیز، بیاین سر استارت منیو رایت کلیک میکنین و اینجا ما شما آپشن شات داون اینجا میتونید چی هست آپشن هاست، مثلا استارت شات داون است، سلیپ است، ساین اوت است. و بخش سوم شد دوستان میتونین شما از طریق شارتکت کیبوردتان تکمه بر یک چیز به نام تکمه ما شما alt میگیم ALT alt این را قایم میگیرین و بعد تکمه چی را F4 را پرس میکنین و این آپشن چی میه بخش ویندوز شات داون میگیم، ویندوز 11 شات داون. خب امروز ما شما براتون دوستان این آپشن ها رو براتون کلش را توضیح یک وان بای وان براتون تشریح میکنم که وظیفه اینا چی است. خب سویچ یوزر دوستان وقتی شما خواسته باشین در یک کامپیوترتون چندین دانه یوزر داشته باشید، یعنی که از یک کامپیوتر خارج شوین و در یوزر دیگه چی شد، از یک یوزر خارج و در یوزر دیگه چی شد لاگین شوین. یعنی در اینجا فایلای شما فعلا دارین ام تو اوپن میمونه، میتونید شما در یوزر دیگه برین در اونجا کارتون شروع کنید، پس دوباره در یوزر برین و این چیزایی که شما فایلای اوپن دارین اوپن هستن و این فقط از یک یوزر خارج و در یوزر دیگه چی بشین ساین این میشین. و آپشن دوم ما شما دارین دوستان در اینجا ساین اوت. ساین اوت یعنی که همین شکل سویچ یوزر است، فقط یک فرق داره. شما زمان شما از یک یوزر ساین اوت میشین، مثلا برنامه‌ای در شما اوپن دارین در این یوزر فعلا لاگین هستین، این برنامه کلشون بسته میشه، بعد شما میتونید از یوزر دیگه در کامپیوترتون که هست از اونجا شما میتونید لاگین شوین. و آپشن بعدی ما شما در اینجا داریم دوستان عزیز در شات داون و آپشن بعدی داریم سویچ یوزر ساین اوت و سلیپ. دوستان عزیز سلیپ وظیفش ایست در ویندوز زمان شما اگر برنامه شما اوپن دارین در کامپیوتر میخواین که سر برنامه شما کار میکنین، یعنی که باید بسته نشه برنامه، مثلا یک روز سه روز یا یک هفته یک ماه اون برنامه وقت داره که شما سر از برنامه شما چیکار در برنامه کار کنین. یعنی که اگر وقت برنامه را کلوز کنین باید مجبور هستین دوباره وقت رو اوپن کنین. بسیار بعضی چیزایی که اوپن هست یادت میره که میگه چی کجا کار در کجا بود. اون وقت شما میتونین برنامه رو تان اوپن باشه، یعنی که شما اجازه میرین کار دارین که برنامه باید اوپن بان، اما نمیتونین کامپیوترتون روشن اعلام کنین برین یا ساین اوت کنین یا که لاک کنین. درست است؟ شما میتونین مثلا در مدت دراز مثلا میتونین یک روز پس دوباره در کامپیوترتون دسترسی نداشته میرین پس من این یک برنامه‌ای که در کامپیوترتون بسته نشه. باز اون وقت شما میتونین از آپشن سلیپ استفاده کنین دوستان. این سلیپ چی میکنه؟ کامپیوترتون شات داون میشه، اما پس وقت شما روشن کنین پس چی میشه؟ کامپیوترتون برنامه‌ای در کامپیوترتون اوپن است میتونه از اون جایی که شما کارتون خلاص حساب کنید پس دوباره میتونید شروع کنید، یعنی برنامه‌ای که اوپن است بسته نمیشه. و شات داون چیه دوستان؟ شات داون این است که وقتی شما اگر خواسته باشین کامپیوترتون شات داون کنید، برنامه‌ای که در کامپیوترتون اوپن است باید صد برنامه رو کلشون بسته کنین، بعد از میتونید کامپیوترتون چیکار کنین شات داون. اگر برنامه رو بسته نکنین کامپیوترتون شات داون نمیشه، باید شما اول میگه برنامه‌ای که شما اوپن دارین اون رو بسته کنین بعد شات داون کنین. و آپشن بعدی دوستان ما شما در اینجا داریم برنامه چیه؟ رستارت چیه دوستان؟ رستارت اینه که یک بار شما گل میکنین دوباره پس میشه روشن میشه. و یک آپشن مهم دیگه در اینجا ما شما در این آپشن دارین در این لیست به نام هایبرنت، اما فعلا در اینجا نیست. به خاطر چرا نیست که باید اون ما شما چی کنیم اینا در اینجا باید اون چی کنیم انیبل کنیم، فعلا دیسیبل است. خب میتونید هایبرنت در چه دیسیبل کنین؟ منو انیبل کنید میتونید در استارت منیو یا سرچ باکس در شکل برنامه کنترل پنل سرچ کنین. شما کنترل پنل را که سرچ کنین و در اینجا برین شما از اینجا در آپشن چی پاور، این اینجا آپشن ها بسیار کم از کنترل پنل دان و از اینجا مجبور است شما بیاین لیست بگیرین لارج آیکن نبین اسمال آیکن ببینید و از این شما پیدا کنین پاور آپشن، دکمه پاور آپشن یعنی آپشن پاور آپشن در این سر از کلیک و بعد از این بیاین شما از این پیدا کنین choose what the power button do. از این میتونید شما رو انتخاب کنین. از این آمدین زمان شما سر از این و اینجا بیاین سر از انتخاب کنین و از این میتونید هایبرنت میتونید شما تک کنین یا از اینجا تک کنین.
و این وسیله میتونید از این بین شما سر از کلیک کنید و از این میتونید آیبرنت شما چی کنید چیز کنید. باید این وقتی که اگر تک شه باید ما شما پاسورد چه بزنید، پاسورد ادمین داشته باشید. فعلا ما رو تک نمیتونید به خاطر سیکرین وقتی من نو بگیرم یا سیکرین این اگر من کلیک کنم نمیشه، نه به دیبل است. اگر باید این باشه باید ما پاسورد ادمین داشته باشیم میره چی کنیم اینیبل کنیم. درست است؟ پس بیاین چیکار اینجا بیاین سر ادمین پاسورد ادمین تون تایپ کنین. سر هر چیز باش پاسورد ادمین تون تایپ کنید. بعد میتونید شما اما آپشن شما چی کنین کار کنید. حالا میتونید شما انیبل کنید. بعضی که شما پاسورد این ادمین تون کنین تایپ کنین ببینید یک فعلا یوزر ما لاگین اسم ادمین نیست، یک یوزر هست. وقتی شما یوزر ادمین باشید باز میتونید کلیک کنین پس به سیو کنین. زمان سیو کنین پس بریم کلوز میکنیم. حالا اگر بریم دکمه حل امروز چی بریم امروز F4 all آپشن آیبرنت اینجا فعال میشه. درست این حال میتونید کمتر آیبرنت از آیبرنت چی کنین شات داون کنین. خوب وظیفه کار برد آیبرنت در کمتر من در ویندوز چی است. دوستان عزیز زمان شما خواسته باشید که اگر جای دور میرین کمتر تا امروزتون بردن نمیتونین، اینه که میگن هر جای در هر نقطه دنیا رفت برین اینو بخواید که اگر فایل یا اگر داکومنت از کامپیوترتون اکسس کنین این کامپیوترتون امروزتون نمیبرین. با وقت اگر خواسته باشه شما کامپیوتر اکسس کنین پیش از اینکه شما میرین کامپیوترتون در جای اونجا میمونین باید کامپیوترتون اول در اینترنت اکسس داشته باشه. بعضی اینترنت اکسس داشتن باید شما رو از چی از آیبرنت شات داون کنین. شما اگر شات داون شما دوباره لاگین شده نمیتونید و باید آیبرنت شات داون کنین و برین. و وقتی شما از آیبرنت شات داون کنین میتونید از هر نقطه دنیا برین و میتونید کامپیوترتون چیکار کنین لاگین در کامپیوترتون اکسس کنین کامپیوترتون و فایلاتون اکسس کنین. دوستان عزیز همین آیبرنت وظیفه‌ش همین است. خب خدا کنه درس فهمیده باشین. با آپشن‌های مثلا سویچ یوزر، ساین هاوس، سلپ، آیبرنت، شات داون، رستارت. خب درسی بعدی ما شما در ویندوز هست بخش سیم دی. در سیم دی ما شما چند آپشن بخیر میخوانیم تنها منی آپشن هایی که فعلا براتون میگم این آپشن ها رو میخوانیم. اول بریم یک سیم دی رو براتون اوپن کنیم. اینجا راست از اینجا میخوانیم ما شما چند آپشن میخوانیم. خب اول ما شما میخوانیم بخش در کامنت اول در سیم دی ما شما میخوانیم بخش هست او ام آی و آپشن دومی بخش دومی ما شما میخوانیم به نام آس نیم. درست است. و آپشن سومی که ما شما میخوانیم در سیم دی بخشی است الب و چهارمی ما شما میخوانیم بخش است تایتل و پنجمی رو میخوانیم چهارمی است به نام ور. یعنی ور مطلبش چیست از ورژن گرفته شده ورژن صحیح است. و پنجمی رو ما شما میخوانیم تایتل صحیح است. ششمی ما شما میخوانیم بخش ششمی است سیستم اینفو و هفتمی رو ما شما میخوانیم دوستان عزیز بخش هفتمی است مثلا CLS یعنی کلیر اسکرین. CLS means کلیر اسکرین و هشتمی رو ما شما میخوانیم بخش هشتمی است به نام کالر. و این بخش ها رو ما شما این آپشن ها در سیم دی میخوانیم. اگر سیم دی بسیار آپشن های زیاد داره همون وقت شما ویندوز میخوانین باید همین چند آپشن های ابتدایی رو باید شما بفهمین اینا کاربرد زیاد چه از سیم دی. درست. خب اول بریم از OM های شروع میکنیم دوستان عزیز. زمان شما اگر خواسته باشین از سیم دی رو اوپن کنید سیم دی میتونه از دو طریق شما اوپن کنید. یکی از باکس نشه کنید بیاین شما CMD نشه کنید اینجا سیم دی میاد و سر از سیم دی کلیک کنید سیم دی چی میشه اوپن میشه. و شکل دومی شما که اوپن میتونید از بخش استارت منیو. این استارت منیو رو میگم به نام استارت منیو. در درس اولی ما شما خوندم استارت منیو. سر استارت منیو کلیک کنین و از این بیاین سرچ کنین به نام سیم دی. اینجا بیاین سیم دی و از این میتونید سیم دی رو چی کنین اوپن کنین. درست. زمان سیم دی اوپن میشه و بخش اول ما شما در سیم دی میخوایم به نام چیزه OMI. یعنی وظیفه OMI دوستا چیز در سیم دی. یعنی OMI اگر شما خواسته باشین بفهمین از همین کامپیوتر فعلا لاگین هستین همین یوزری که شما لاگین هستین نام کامپیوتر چیست و همین یوزر کامپیوترتون چی هست با شما وقت میتونه از همین کامند همین آپشن چی OMI استفاده کنید. مثلا سیم دی نشه کنین OMI و انتر بسازین. آن سیکن براتون میگه که کامپیوترتون این نیست دسکتاپ فعلا لوکیشن دسکتاپ است و اینی هم از بخش کامپیوتر نیم ما شما است و اینی هم از نام یوزر ما شما از یوزر شما ساین این هستین
نام یوزر است. این نام یوزر ما شماست. درست است دوستای عزیز؟ خب این هم شد بخش CM، بخش OM های. و آپشن دومی ما شما در CMD داریم که است نامش آسنیم. آسنیم یعنی چی است؟ ما شما اگر خواسته باشیم تنها بفهمیم کمتر نیم ما شما چی است. یوزر نمیخوایم که یوزر بفهمیم یعنی کدام یوزر است. تنها اگر خواسته باشیم بفهمیم که نام کمتر تا چیز. وقت شما میتونید از آپشن آسنیم استفاده کنید. آسنیم انتر بزنید. که نام کمتر ما شما رو بر ما شما نشان میده. این نام کمتر این چیز است. درست دوستای عزیز؟ و آپشن بعدی ما شما داریم در CMD بخش L. ما شما اگر خواسته باشین بفهمین که می یک مثلا فکر کن آپشن آسنیم، وظیفه آسنیم در CMD چی است؟ اگر بفهمین که CMD وظیفه آسنیم در CMD چی است، چی کاربردش چی است، باز وقت شما میتونید از هلپ استفاده کنید، از کمک بگیرین. مثال اول نشه میگم مو کمک نمی آپشن که مثلا شما میخواین بفهمین چی است وظیفهش. اول نشه مثلا نشه میگیم آسنیم. بعضو ما شما این میگیم فارورد سلش و این میگیم ما شما بک سلش. شما از بک سلش استفاده نکنید بلکه از می فارورد سلش استفاده کنید. بعضو کوشن مارک انتر. حالا است دیگه دوستان براتون میگم وظیفه آسنیم در CMD چی است. print the name of the current host. یعنی امی یوزر نیم فعلا یوزر لاگین هستی، امو چطور پیدا میکنه، امو نام کامپیوتر پیدا میکنه. شکل میتونید شما بفهمید وظیفه یک کامند چیست، یک آپشن CMD چی وظیفه داره. باز وقت امو آپشن دنجر امو کامند یا امو آپشن نشه کنید. بعضی می فارورد سلش و کوشن مارک انتر براتون میگه که امی وظیفه این چیز است. دوستان عزیز آپشن بعدی ما شما در CMD داریم به نام ور. چیز اگر شما خواسته باشین بفهمین که امی یوزر یا کامپیوتر شما کار میکنین کدام ورژن است، 10 است، ویندوز 7 است، ویندوز 11 است، کدام ویندوز است. درست است دوستان عزیز؟ باز وقت شما میتونید در CMD بین CMD رو اوپن کنید، در CMD چک کنید ور یعنی ورژن VAR نشه کنید، باز انتر بزنید. میگه که فعلا ویندوز 7 است، مایکروسافت ویندوز 7 و این ورژناش کلش براتون نشان میده. دوستان یعنی که ویندوز 10 11 8 باشد. و آپشن بعدی ما شما داریم در CMD دوستان عزیز بخش تایتل. سکن دوستان تایتل چیزه. سکن این زمان شما اگر چندین دانه نوچی صفحه CMD پیشان اوپن باشه وقت از پیشان مثلا گدبت نشه این کدام صفحه است و این کدام صفحه، این کدام کار میکنه در اون صفحه کدام کار میکنه، یعنی از پیشان میکس نشه. وقت میتونین تایتل ها رو یعنی CMD تون بیان تایتل چی تایتل هاش چنج کنید از امی آپشن تایتل. سکن فعلا یک صفحه CMD پیشمون پایین میرم یک صفحه CMD دیگر رو اوپن میکنم. CMD درست است دو دانه خاصی که این CMD اینجا همین تایتل نیم CMD است و اینجا هم CMD. اگر من یک چیز دیگه نشم بیان یک چیز دیگه نشم پیشمون میگم کدام یعنی چی کار میکنه چی کار میکنه. باید ما شما این رو وقت چندین صفحه CMD یک جای اوپن کنید باید ما شما وقت از همین آپشن تایتل استفاده کنیم که تایتل های زیر ما شما چنج کنیم. مثلا بیان نشه کنیم تایتل میخوایم همین چنج کنیم تایتل اسپیس بعضش بتین نام هر نام شما میخواین چنین مثلا الو. درست پس انتر سکنین ای تایتل ما شما از CMD چی تبدیل شده کامند پرام در الو تبدیل شد و ای همو کامند پرام مون. درست دوستان عزیز این از تایتل آپشن تایتل میتونین که تایتل نمی CMD تون چی کنین چنج کنین دوستان عزیز. دوستان عزیز تا خدا کن تا می قسمت برنامه را از این آپشن ها را براتون کار کنم که یاد گرفته باشین درست فهمیده باشین. میریم بخش بعدی. بخش بعدی ما شما بخش چیسه سیستم اینفو یعنی سیستم انفورمیشن. شما یاد خواسته باشین پر معلوماتایی که کمتر از کل معلومات را باید بفهمید چی هست. بو وقت شما از همین سیستم اینفو استفاده کنید. سیستم اینفو انتر بزنید آل برای ما شما دیسپلی می کل معلوماتای کامپیوتر که هست برای ما شما اینجا دیسپلی میسازن نمایش. درست است دوستان عزیز؟ سکن اینجا برای ما شما نام کل گپاش برای ما میگه که مثلا نام کامپیوتر ما هی است و ویندوز ماش ویندوز 11 پروفشنال است، مایکروسافت است، سنال است، کل معلومات رو برای ما شما میاره. درست است دوستان عزیز؟ با آپشن بعدی ما شما داریم در CMD دوستان عزیز بخش CLS یعنی چی؟ اگر خواسته باشین که مثلا وقتی یک چیز نشه میگم مثلا نشه میگم کالر. درست است مثلا نشه میگم کالر یا مثلا اینترنت سفر فول شده. اگر بخواید سفر کلیر بسازید وقت اصلا آپشن چی CLS شما میتونید استفاده کنید. CLS یعنی کلیر اسکرین کلیر میسازه. البته یک آپشن دیگه شما چی کنین کار کنین. بعض آپشن آخر ما شما در این داریم دوستان عزیز بخش کالر. کالر چیه؟
شما اگر خواسته باشین امی فاند یعنی تکست شما رنگ تکست اگر بخواید چنج کنین و یک رنگ دیگه باز میتونید شما از این کالر استفاده کنید. آپشن کالر سیگن دوستان اگر ما یعنی شکل کالر درست کالر انتر چنج نشد تکست ما رنگ تکست ما رنگش چنج نشد. پس اگر خواسته باشین بفهمین که کالر شکل کار میکنه وظیفه چی است او وقت اینا شما میتونید از اون آپشن ال براتون گفتم اینا رو میتونید استفاده کنید. مثلا میگم اول اون آپشن میزنین هر آپشن باشه میگم آپشن مشکل داشته باشه اول بعد اسپیس بعد اسپیس فارورد سلش و کویشن مارک انتر اینا رو براتون واضح تشریح میکنه. دوستان عزیز میگه که این کالر وظیفه چی است. فکر میگه اگر صفر بتین امی تکس ما شما رو چی میکنه بلک سیاه میسازه و اگر یک بسازین یعنی آبی سبز این شکل رنگا رو میتونید چنج کنین. حالا بود مثلا سعی کنین اگر نشه میکنیم که کالر اسپیس میخوایم رنگ امی چی شود سبز سبز یک شکل سبز از چیزه میگه دو ایکوال تو گرین پس اینجا دو شکل این طرف بسازیم دیگه سبز میشه. یا اگر میخوایم سبز باشه مثلا بلو باشه نشه کنین کالر کی بلو چسته 1 این میفهمیم بلو ایکوال تو 1 بعد نشه کنین 1 این طرف بسازیم یعنی رنگ تکستان چی میکنه این میکنه دوستان عزیز. خب این هم بود درس امروز ما شما بخش تیم دیو و آپشن های شات داون. خدا کنه درس یاد گرفته باشین دوستان عزیز. تا درس بعدی را خدا حافظتان وقتتان خوش.